سوختار در منسرد یا قبط آخرین یک بنای بلندوشانه در مرکز شهر وحدت کنار دوشنبه باعث پوره به کام آتش رفتن چند منزل شده است. در این باره رادیوی آزادی با نشر یک ویدیوی فرستاده کاربران خبر داد. گفته می شود حادثه شب 15 به 16 اپریل روی داده. سوختار گویا در پی ترکش ظرف گاز مایع سر زده است. خود ساکنان از احتمال به هم رسیدن سیم برق نیز حرف میزنند. مقامات هنوز در این باره چیزی نگفتند و معلوم نیست که در این حادثه کسی آسیب دیده است یا نه. همچنین دقیق نیست که ضرری رسیده از سوختار چقدر است. در نوار نشر شده دیده می شود که علنگه آتش در قبط بنای 6 آشیانه از یک منزل به منزل دیگر گذشته همه را به کام خود کشیده است و پس از سوختار در خانه‌های ساکنان ضرر دیده تقریبا چیزی باقی نمانده است. هر سال در تاجیکستان بر اثر سوختار دهها خانه و مغازه و کارخانه و بازارها به کام آتش می‌روند. بنا به آمار وزارت کارهای داخله سال 2022 در جمهوری 1260 حادثه سوختار، در یک سال قبل 1196 چنین حادثه رخ داده. سال گذشته باعث هلاکت 19 نفر گردیده، یک سال پیش 10 کشته به جا گذاشته است. مبلغ ضرر سوختار در سال 2022 در عموم 58,716,000 سومانی یا بیش از 5 میلیون دلار را تشکیل داده است. مقامات رسش کوتاه ناقل‌های برق و ترکیدن بالون‌های گاز را از سبب‌های عمده سوختار در تاجیکستان نام می‌برند.